درود، شالوی گلخوجی هستم با خبرهای تازه 12 اپریل و شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه حمله به دست آمد، همیار نرنجید. دوشنبه و مسکو از حساب جیب مسافران به سوزش رسیدند. بلیط پروازی شرکت‌های توجیکی و روسی به سمت‌های همدیگر خیلی بالا رفت. دبیر کل سازمان ملل متحد به دونالد ترامپ هشدار داد که نظارت جنگ در سوریه را از دست ندهد. مکتب در فرما در بینای صدمویی که زمان گاوها را پرورش میکردند حالا بیش از 300 نفر درس میخوانند. سیمپی نو میخوایم سیمپی نو داشته باشیم، کسی پرته بشینیم، درسامون خوب تیار کنیم. و شروع میکنیم با خبری اون که صبح امروز بر اثر حمله غافلگیرانه طالبان به ولایت غزنی افغانستان بیش از 10 نفر کشته شدند، از جمله والی نویه خوجه عمر. طبق گزارش جنگجویان علی دوست شمس رئیس نویه 7 محافظ او و 5 خادم امنیتی را کشته سپس فرار کردند. تحقیق حمله ادامه دارد. جزئیات را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. پس از بحران یک ماهه هوایی میان تاجیکستان و روسیه پروازها کاملا برقرار شدند. مقامات دو کشور ضمن مذاکرات در مسکو هفته پیش نه تنها در مسئله از بین بردن محدودیت در پروازها بلکه در راه اندازی خط‌سیرهای نو نیز به سازش رسیدند. اما شورای اقتصادی ما عبدالله شوروف که از مرکز خبری ما را همراهی میکند میگوید وضعیت فعلی مثل قبل نیست. خب عبدالله، گپ سر چی میرود؟ شهلا طور مشاهده های ما نشان داد عین زمان نرخ چیپته های هواپیمایی چه از جانب تاجیکستان به روسیه و چه از روسیه به تاجیکستان تا 50% بالا رفته است. برای مثال ما می توانیم نرخ مسیر پرواز مسکو شهر خوجند را قیاس کنیم، چون این ارزان ترین نرخ چیپته بود در روزهای نوروز، روزهای آخر ماه مارس. مثلا در روزهای نوروز نرخ چیپته شرکت اورالسکی اویالینی در این مسیر 4.5 هزار روبل روسی معادل 550-600 سامانه تاجیکی بود. اما عین زمان این چیپته را مسافران از 10,000 روبل روسی ارزانتر پیدا کرده نمیتوانند. طوری ما میبینیم یعنی تا 50% نرخ‌ها بالا رفتند. سبب تو این حد قیمت شدن بلیط ها در چیست؟ آیا میتوان گفت که این نتیجه مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه است؟ بله شهلا، عین چنین یک گمانزنی ها میان مهاجران که بیشتر از مسافران این مسیرها هستند و بیشتر از در این مسیرها پرواز میکنند وجود دارد. کارشناسان هم همین گونه یک گمانزنی ها دارند که در مذاکرات دوشنبه و مسکو بر سر شرکت های هواپیمایی مسئله نرخ مطرح بود و اصلی ماجرایی که در انجام ماه مارس و اپریل سر زده بود مسئله نرخ بود. اما مقامات تاجیکستان میگویند این درست نیست. در طور یک نفر از هیئت تاجیکستان که در مسکو حضور داشت گفت در این مذاکرات جانب ها مسئله نرخ شرکت های هواپیمایی اصلا مطرح نبود و او گفت شرکت ها خودشان مستقلانه معین میکنند نرخ چیپته ها را از تاجیکستان به روسیه و از روسیه به تاجیکستان. اما یک نکته دیگر این است که البته نرخ شرکت های روسیه تو سر زدن ماجرای هوایی بین تاجیکستان و مسکو نسبت به شرکت های تاجیکستان ارزان تر بود. اما حالا طور ما مشاهده میکنیم نرخ چیپته های هواپیمایی شرکت های روسیه با شرکت های هواپیمایی تاجیکستان عین زمان برابر در سطح بالا قرار دارند. سپاس عبدالله. البته جنجال هوایی حل شد، اما باز هم مثل که از حساب جیب مسافران مهاجرانی که برای تامین روزگار ناچار به روسیه سفر میکنند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. در پی تهدید پرزیدنت دونالد ترامپ به انجام حمله موشکی بالای سوریه دبیر کل سازمان ملل متحد و پرزیدنت سابق آمریکا از شروع جنگ در سوریه هشدار دادند. صبح روز چهارشنبه ترامپ گفت که با استفاده اسلحه کیمیایی علیه افراد ملکی در شهر دومای سوریه به این کشور با پرتاب موشک پاسخ میدهد. بعد اظهارات مذکور دبیر سازمان ملل متحد شام دیر 11 اپریل از خطر وضع به عمل آمده نگرانی عمیق خود را بیان کرد. جزئیات از خیرامان بخوزاده. دبیر کل سازمان ملل متحد و سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت دونالد ترامپ هشدار دادند که نظارت جنگ در سوریه را از دست ندهد. این اظهارات بعد از آن نشر شد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ توسط شبکه اجتماعی توییتر به متفق اصلی سوریه روسیه نوشت که آماده قبول موشک‌های آمریکایی باشد.
شام 11 اپریل دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش سفیران 5 کشوری دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین را دعوت کرده ابراز داشت که از تحولات اخیر در اطراف سوریه عمیقاً نگران است و امیدوار است که کشورها امکان نمی‌دهند که وضع از کنترل بیرون شود. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جیمی کارتر هم در صحبت با اسوسییتد پرس از ترامپ خواست که کشور را در حالت صلح و ثبات نگاه دارد و در رابطه با چالش‌هایی که از کره شمالی، روسیه یا سوریه برمی‌آید بدون واهمه و شدت بخشیدن احساسات عمل کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که سوریه برای حمله احتمالی کیمیایی به شهر دوما که طبق گزارش‌ها 7 اپریل به وقوع پیوسته حیات کمش 43 فرد ملکی را از بین برده است، پاسخ جدی خواهد داد. روسیه و سوریه جای داشتن حمله کیمیایی در دوما را تهمت می‌نامند و می‌گویند که موشکباران سوریه به پاسخ نمی‌ماند. мавзӯи ҷаҳониро идома медиҳем. дар озарбойҷон имрӯз интихоботи зудраси президентӣ натиҷагирӣ шуд ва илҳом алиев боз барои 7 соли дигар раҳбари ин кишвар боқӣ монд. президенти 56-сола дар ҳоле курсии худро ҳифз кард ки аҳзоби сиёсӣ, фаъолони ҳуқуқи башар ва матбуоти мустақил ҳукумати феълиро барои таъқиби мухолифон ва мунаққидонаш интиқод мекунанд. искандари хоҷамирзода гузориш медиҳад. илҳом алиев президенти феълии озарбойҷон дар интихоботи раёсатҷумҳурии ин кишвар ки рӯзи 11 апрел баргузор шуд аксарияти орои интихобкунандагонро ба даст овардааст. ин дар ҳолест ки гурӯҳҳои аслии мухолифи ҳукумат ин интихоботро таҳрим карда буданд. комиссияи марказии интихоботи озарбойҷон эълон кард ки пас аз шумориши 94% баргаҳои райдиҳӣ илҳом алиев беш аз 86% раъи интихобкунандагонро касб намуд ва бори чорум президенти озарбойҷон интихоб шуд. ба иттилои комиссияи марказии интихоботи озарбойҷон мизони ширкати аҳолӣ дар ин интихобот 74.5% будааст. бинобар омори пешакии ҳамаи гурӯҳҳо илҳом алиев беш аз 80% раъйҳои мардуми дар интихобот иштирок намударо касб кардааст. ба фикрам ин пирӯзии бузурги номзади ҳизби мо аст. ин пирӯзии ҳизби мо ва мардуми озарбойҷон аст. илҳом алиеви 56-сола аз замони марги падараш дар соли 2003 раҳбарии ин ҷумҳурии иборат аз 10 миллион ҷамъиятро бар уҳда дорад. пирӯзии илҳом алиев дар интихоботи президентии озарбойҷон дар ҳоле эълон шуд ки қаблан созмони Human Rights Watch гуфт ин овоздиҳӣ ҳеҷ имкони интихобро ба райдиҳандагон фароҳам наовард. аммо мақомоти интихоботӣ гуфтанд ки дар райдиҳӣ шумори зиёди мардум иштирок кард. масъулони комиссияи марказии интихобот ворид шудани шикоятҳо дар мавриди тақаллубро рад карда ва гуфтанд ҳамаи гузоришҳо дар ин замина дурӯғ аст. вале як созмони мустақили нозири интихобот наворҳои видеои овоздиҳӣ дар шаҳри курдамирро сабт кард ки дар он дида мешавад коргарони ҳавзаи райдиҳӣ қуттии дорои баргаҳои райро бо як қуттии 2 баробар пуртари баргаҳо иваз мекунанд. мухолифон мегӯянд ҳукумати илҳом алиев садои интиқод ва оппозитсияро баста матбуоту журналистон, фаъолони сиёсиву маданиро таъқиб мекунад. бармегардем ба тоҷикистон. бо вуҷуди сохтмонҳои зиёди мактаб дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон то ҳанӯз ҷои нишасту маҳалли дарс ба хонандагон кифоят намекунад. қаблан ҳамон дар бораи дар вагон ва биноҳои вайрона таҳсил кардани хонандагон гузоришҳо пахш мекардем. ин дафъа аз деҳае дар ноҳияи балҷувон барои шумо қисса мекунем ки кӯдакон дар бинои фермаи собиқ ва дар паҳлӯи ду ғори азим дарс мехонанд. тоири сафар дар ин бора мегӯяд. در این بینای 70 ساله یک زمان گاو پرورش می‌کردند. حالا در داخل آن بچه‌های مردم با صداضرب و مشقت درس می‌خوانند. سفینه یکی از آنهاست. برای که جا کمر استیف مونا مرسانه برای ما در پرتا 4 نفر میشنیم که درسمون تیار کنیم. بیشتر از 300 نفر اینجا درس می‌گیرند. ظاهراً کودکان دلیرند زیرا نه همه جرأتی نشستن در چنین صنفخانه‌ها را دارد. جدول درس بچه ها را نه تنها وزارت معارف بلکه طبیعت هم تغییر می دهد. باران می چکد، ما در اینجا خوانده نمی توانیم و معلم مجبور می شود که ما را جواب بدهد. سال 1981 اینجا را با اندک تغییر از فرمه به مکتب تبدیل دادند. مکتب میانه رقم 5 دهه سالمالی دشت ناحیه بلجوان شد.
فرش بعضی از سیمخانه ها از گل و سقفشان از قمیش است. میز و کرسی ها را می توان به آثارخانه سپرد. وقتی نوشتن میانمون نقد میکنیم می نویسیم میجیم با پرتر استالمون هم درسته. به بچه ها و آموزگاران مکتب در داخل فرو رفتن بمب و در بیرون افتادن به غار تهدید می کند. غاری که هر سال به مکتب نزدیکتر می آید و به گفته پیران دهه خطر فلاکت را بیشتر می کند. مکتب در 1 کیلومتر مانده. خیلی مکتب بسیاری بازی میکنه که میره باشد بیرون در تا میزنه. من سویدی گلاب میقفم گریوان معلمه که هرسی صدر مرسی خیلی کرده. مقامات بلجوان و وزارت معارف سال هاست که از حال رقت آور مکتبی سال مالی داشت آگاه هستند. وعده دادند برای اهالی افزاینده دهه مکتبی نو می سازند. حوض مکتب ما در حالت صدمه‌ای در حقیقت ایران همه جو میدوند. ما مثال بگیریم که به حکومت ناحیه دا شورای مورد مراجعه کردیم اخبارات دادگی. حکومت ناحیه هم همین گفته که تحریزی شدگی همین مکتب باید که در یگانجا مکتب نو بسازن. همین را ما نگاه داریم که میشه. با رسیدن بهار امیدواری آموزگاران و بچه ها زیادتر می شود که روز کارگران می آیند و خواسته ساده و دیرینه بچه ها را عملی می کنند. سیمپی نو میخوایم. میخوایم سیمپی نو داشته باشیم. کس در پرتب شنیم. درسان خوب تیار کنیم. در یکی از پژوهشگاه‌های دوشنبه اصول جراحی صدر را راه‌اندازی کردند. طبیبان توجیک میگن حالت‌های زیادی خونروی بیمار به هنگام عملیات جراحی و کمبود دونرها آنها را برای استفاده از کریو جراحی وادار نموده است. به گفته آنها تجهیزات مخصوص خونروی هنگام جراحی را تا 4 مراتب کاهش می‌دهد. ادامه موضوع از سروین نظیرالله. سومن آبیستان را طبیبان در حال جراحی کردند که خطری از دست دادن او یا فرزندش زیاد بود. او با درد شدید تلخدان به بیمارستان انتقال یافت. در بطنش طفل 7 ماهه دارد. اقاقم امروزی هم نبودن گفتن گارانتی نیست. خداوند خودش میدونه. با خیلی نالا و گیره کردیم و روزی شدیم خیلی. هر دمون شکر خدا که زنده موندیم. کودک مامین 7 ماهه میجومه. طبیبان این زن حامله را با اصول کریوجراحی یعنی عملیات توسط حرارت خیلی سرد انجام دادند. این از نوع جراحی های نادر و سنگین است که عالم تاجیک سید الهام احمدزاده آن را تا اندازه سبو گردانیده است. 196 گرادوس حرارت سردی یخبندی حجایره را به میان می‌بیارد و در نتیجه یخبندی حجایره بیماری از بین می‌رود کفیده. اصول را که طبیب تاجیک به کار میبرد امکان میدهد به استفاده از اپارات‌های دیگر خونروی را باز دارد. اگر ما یک قسم جگر را یخبندی کنیم قسم دیگرش با گردش خونش باقی میماند. موضعی است. شاه مراد غنیف هرچند مراتبه دوم جراحی شده باشد هم ولی یک ذره خون او مصرف نشده است. در جراحی تکراری اخینکاز جگر یا که بیماری پارازیتی جگر که با خونروی زیادش معلوم است در همین جراحی 1 میلی لیتر خون استفاده برده شدگی نیست خون داناری. با این اصول 147 نفر با بیماری های گوناگون جراحی شدند. حالا جراحی توسط این دستگاه هم تنها در پژوهشگاه گاستروانترولوژی انجام می شود. طبابت با این تجهیزات رایگان است. در مرکز ملی پاتنتی به قید گرفته شد و خود استفاده این اصول در جراحی به قید گرفته شد و با واسطه پاتنت حفظ کرده می شود. برای عملی نمودن این اصول جراحی عالم تاجیک 4 ماه صرف کرده 4000 سومانی خرج کرده است. هرچند دستگاه کریوجراحی بعد از سالهای 70 عصر گذشته در روسیه استفاده می شد، جراحان تاجیک میگویند کشف اصول جدید این نوع جراحی خطر تلافی بیماران را کم کرده است. البته استفاده از اصول کریوجراحی خوب است ولی طوری میگن بهترین توابت این پیشگیری از بیماری است. برنامه ما به پایان میرسد. بعد 24 ساعت دیگر ما با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم. تا آن دم وبسایت ما در اختیار شماست. خدا نگهدار تا برنامه فردا.